تو این ویدیو یه سری تمرین ما هم می‌خوایم انجام بدیم راجع به پیش ریز. تو ویدیوهای قبلی ریز رو انجام داده بودیم، ریز رو توضیح داده بودم خدمتتون. تو این ویدیو راجع به پیش ریزا صحبت کنیم. من که پیش ریز رو توی چند تا ریتم ساده براتون توضیح خواهم داد. پیش ریز خب از اسمش مشخصه، توی تمرین کتاب بازی رو زدیم، ولی حالا بچه‌ها بعضیاشون درخواست کرده بودن، ما اطاعت هم کردیم، براشون ویدیو رو حاضر می‌کنیم. از اسمش مشخصه اون چیزی که پیش از ریز میاد، میخوام توی این ویدیو اونو توضیح بدیم. پیش ریز تون و پیش ریز بک. اول خود ریز رو بزنیم، این صدای ریز. حالا پیش ریز. ریزمون با نوت اصلی شروع میشه مثل تون. دو تا مدل پیش ریز سعی کنید که یاد بگیرید تو دستتون و اینکه تو تمرینا دو تاشو شروع کنید. یکی اینکه ریز با ضربه تون شروع شه، یعنی به جای اینکه راست چپ میشه تون، اولیش به جای اینکه باشه راست چپ راست چپ راست چپ میشه تون چپ راست چپ راست چپ راست چپ. یکیش جدا باشه، یعنی بشه تون راست چپ راست چپ راست چپ تون راست چپ راست چپ. توی کتاب من خودم اینو زدم، یعنی توم راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ، ولی اولی هم یاد بگیرید، یعنی توم چپ راست چپ راست چپ راست چپ. این اولین ضربمون به جای راست چپ راست چپ توم میخوره، دومیه توم راست چپ راست چپ. حالا این میتونه اول با توم شروع شه یا با بک شروع شه. با بک شروع شه میشه بک چپ راست چپ راست چپ راست چپ. ایرادی که بعضی از بچه‌ها دارن، بک رو اینجا میزنن، ریزشون هم همونجا میمونه، ریز رو دیگه نمیارن داخل، یعنی اینجوری میزنن. عملا این انگشتا از دف خارج میشه، صدای کمتری بهمون میده. بک رو زدین، ریز رو بیارین داخل. پس باشه بک چپ راست چپ. حالا جدا میشه بک راست چپ راست چپ. حالا یه دونه توم یه دونه بک. توم با راست چپ راست چپ میزنیم، توم راست چپ راست چپ راست چپ چپ ریز، بک ریز. حالا سعی کنیم برای شروع، برای اولش اینکه ضربه ها رو یه ذره جدا جدا بزنیم، یعنی بزنیم توم ریز بک، قشنگ شنیده بشه، بعد هی فاصله زمانش رو کم کنیم، ولی انقدری کم بشه که دیگه نوت جدا به حساب نمیاد. ایرادی که بعضی از بچه‌ها دارن پیش ریزشون هنوز اینه، اون یه نوت جداه، باید بشه حالا توم چپ راست چپ راست چپ، یعنی ریزمون با صدای توم شروع میشه، با صدای بک. میتونیم 1 2 3 4 بشماریم، یه دونه با توم شروع شه، یه دونه بک میشه. حالا اینو میتونیم توی ریتم 4 ضربی بریم، 1 2 3 4 بشماریم، بشه توم ریز، مثلا 1 2 3 4، 1 و 2 بشه توم با ریز با پیش ریزش، توم ریز، 3 بشه توم، 4 بشه بک. 1 2 3 4 3 4 4. حالا یه بار با توم شروع شه، یه بار بک، یعنی توم ریز توم بک، دفعه بعد بک ریز توم بک. 3 4 که سرعتش رو ذره ذره بریم بالاتر. 1 2 3 4 تو پیش ریزم توما کاملا بسته باشه. اینم منو به درخواست دوستان
که پیشریز خواسته بودم تقدیم همه شما. اگر با سوالی ایرادی بود، مشکلی بود، فکر کردید کمکی از دستم برمیاد، با شماره تلفن اولی ویدیو یا با موبایل خودم 912 218 67 تماس بگیریم. با کمال میل در خدمت شما خواهم بود.